از راه اندازی گردیدن نظام کارتی و پرداخت غیر نقدی نزدیک 10 سال می شود، اما هنوز هم برخی از استعمال کنندگان از این نمود خدمت رسانی زمانوی استفاده کردن نمی توانند. این حالت یکی از سبب‌های تأمین نگردیدن بی‌خطری کارت پرداختی شده ایستاده است. دارم همین پنسر گفته دید. پرولتون چند خوبه؟ 88 و 55. 88 و 5. شمسی خولایی 65 ساله ساکن شهر خوجند است و بیش از 7 سال این جانب نفقه‌اش را طریق کارتی پرداختی می‌گیرد، اما بنابر از بانکомат گرفتن نتوانستن مبلغ به او پیوندانش کمک می‌کنند. این البته فرزندانش در کار بودند. بعضاً مبلغ لازم شد و نزد بانکомат آمد و کمک جوانان مبلغی لازمه را به دستش گرفت. تا کجا کاری شمسی خولا درست است؟ پیش میگفتم دوباره خطا کردم پرتش کردم. برای ما یکم کس میپرسند یکی از راه‌های آسانی که امروز خلبان به آن دست برداشتن این معین نمودن رقم پنی کارت بانکی که در روی کارت جایگیر شده است. بعد از به دست آوردن پن کارت خلاب میتواند استفاده از خدمت رسانه‌های اینترنتی بعد از با استفاده کدهای محافظه‌ای که در قفای کارت نوشته شده است، این ما CVV کد میگوییم. CVV کد میتوانند عملیات قلابی خود را عملی نمایند. کارشناسان بر آن نظرند که بنابر پست بودن معرفتی بی‌خطری استفاده کارت‌های پرداختی از جانب استعمال کنندگان حادثه‌های قلابی زیاد می‌شود. آنها با استفاده از معلومات‌های شخصی و به دست آوردن پین کدهای کارت‌های پرداختی طریق شبکه‌های اجتماعی مبلغی در کار بوده را از خود می‌کنند. چون این حالت زیاد شده است، بنابراین هر یک تشکیلات بهره بی‌خطری مبلغی میزاجان باید پیش از همه معرفتی استفاده مبلغی کارت‌های پرداختی را بین شهروندان بلند سازند، میگوید شهرت سردار شعبه امنیت اطلاعاتی در بانک اسخط. برای گرفتن مبلغ یا برای شناس نمودن یک شخصی بیگانه کارت را هیچ وقت دسترس نکنند، ندهند. بغیر از این با استفاده از یک چند نمودهای دقت جلب کننده که مثال آورده میتونیم با سامانه هایی که گویا که شخص استفاده برنده این کارت دارای امتیاز شده است یا اینکه با یگان لاتری یگان چیز بریده است، با همین مقصدها یا اینکه با زنگ زدن به این شخص میتواند این معلومات ها رو به دست آورد. هیچگاه این معلومات ها رو پیشنهاد کردن ضرور نیست، یعنی که گفتم ممکن که تماما ممکن نیست. کریمجان ابراهیموف ساکن ناحیه باباجان غفورов است و بیش از 10 سال این جانب از کارت پرداختی معاش و مبلغ نفقه‌اش را به دست می‌آورد. وقتی کارت‌های پرداختی جاری شد و محاسب شده کار می‌کرد. از این رو برای استفاده کارت پرداختی مشکلی نکشیده است و رقم پین کد کارت پرداختیش را به جز خودش کسی نمی‌داند. با این عملش کریمجان امک امنیت نظام کارت‌های پرداختی را رعایت می‌کند. همین سال 2010 اگر وایس داشت ما آزادانه پول گرفته گشتیم. همه وقت کارت وای میبیاد ما سابشینی. آره همون پول گرفته گشتیم. این خطاگی از جانب شرکت نمی شود. آن شرکتی که همین خدمات رسانی جاری کرده است از جانب آن شرکت نمی شود. اساسا از جانب خود استفاده برنده می شود. از حسابی که ندانسته به هر گونه مثلا گیریم سلک‌های اینترنتی وارد میشن، مثلا گریم سلک‌های فیکی میگونن این حالت رو جواب میدن با طور اتوماتیک از کارت آنها مبلغی معین شده استفاده میشود. این زمان در بانک اسخط برای حمایت مبلغ کارت پرداختی میزاجان شبکه دادو گرفت بین میزاج و بانک عمل میکند که آن طریق رمز حفظ شده است. هر یک معلوماتی میزاج رمزبندی کرده شده است که آن داروی سرتیفیکات می باشد. از این روی بانک اسخط برای حفظ امنیت مبلغ‌های کارت پرداختی کفالت می‌دهد و هنگام انتقال مبلغ طریق SMS پیامک کارت تصدیق کننده را می‌فرستد تا مبلغ میزاج به دست قلاب نیفتد. پیشنهاد نمودن پین کد کارت، پیشنهاد نمودن معلومات‌های کارتی، پیشنهاد نمودن به واسطه پن نامبر و CVV کد کارت این گویا به
پیشنهاد نمودن کلید سیفی که در آن مبلغ شخص موجود است برابر حسابیدن ممکن است، چون که نوبسته از دادن کلید این گویا که پیشنهاد نمودن SMS یا پنامری کد یا پین کد SVV کد کارت این برابر است با پیشنهاد نمودن کلید سیف یا کلید همیانی که در آن شخص مبلغ دارد. متخصصان ساحه بی‌خطری اطلاعاتی به استعمال کننده کارت‌های پرداختی توصیه می‌دهند که مستقلانه استفاده آن را آموزند، زیرا این عمل مشکل نیست و هنگام گرفتن مبلغ رقم پین کد و معلومات‌های شخصی از آدمان بیگانه باید پنهان باشد. این حالت برای بی‌خطری کمک خواهد کرد. برای تامین بی‌خطری هنگام کار با کارت‌های بانکی، هنگام کار با همیان موبیلی، یعنی که چیزی که میگویند الکترونیک کشلیک، هنگامی QR اپلاتا، یعنی که در مغازه و QR اپلاتا کردن ما نباید تلفن یعنی که سمارت فون خود رو به اون کس ندهیم. این کارها برای تامین بی‌خطری چیزی که گفتیم کارت‌های بانکی و همیان الکترونی چیزی که گفتیم استفاده بردن ممکن است. تحلیل متخصصان ساحه تکنولوژی اینفورماسیونی نشان می‌دهد که برابر رشد پرداخت‌های غیر نقدی قلابان هم در حال پیشروی قرار دارند. آنها مکانیزم خود را کارکرد کرده شخص را به واسطه باروهای فریب و خبرهای فیک معلومات ضروری را به دست آورده از کارت پرداختی مبلغ را از خود می‌کنند. از این رو متخصصان می‌گویند که رمز، رقم و حتی معلومات‌های شخصی خود را به کسی نگویند تا بی‌خطری رقمی حفظ گردد. مفتون شکور و نسیم رحیموف مخصوص برای نبض زندگی.